سلام علیکم. 11 یونیو سال 2026 قرار داریم در نزد درخت فندق. ایرانی‌ها فندق میگن. این فندقی برگ سرخ است، یعنی کراسنالیستی میگن. برگش سرخ است، ببینید. کراسنالیستی میگن و میوهش هم سرخ میشه. این ببینید. این میوهش است. این در شهر دوشنبه میباشد. این سال گذشته شنوندیم بهار، امسال علاقه بست. دیدید؟ نشانه داد. ما از این فندق ها، یعنی که فندق ها 16 نمود آوردیم، بالای 5-6 گکتار شنوندگی هستیم در ناحیه عبدالرحمن جامی. تجربه آوردیم که کدام از آنها در تاجیکستان مطابق می شود و با ما میوه خوب میتد و برای شما بعد نهال پیشنهاد کنیم. من این از نهال فندق سرخ انا باید دیگر داره در همجا بیاد. من فندق سرخ است، برگش سرخ است. باز در اینجا فقط دو نمودش رو داریم، هم برای زیبایی هم برای زیبایی هم برای میوه‌دهی. انا اینجا انا دیگر با نمود دیگه فندق. اینو ببینید، اینا جوری در تنش میوه ندارد. این نداره. اصول آینده میبندد. ببینید چخیل میوه چیز بوته خوشوی زیبا. انا اینجا از ما شما نشون میدیم جای میوه نشون دادگیش هم طبیعی. من اینش باز دیگر نوع هست. این بستگی بود در کجاش بود میوهش. نه این با میوه این کلام بود است. دوستان عزیز، منم خیلی ما تراپزون دایی تراپیزون دا من علاقه با گلخانه کرده است. دیدید اینجا خدا خواهد در سالهای آخر ما چی از انجیر چی از فندق بسیار میکنیم، تجربه ها کرده استادیم. ساحه خواجگی قشلاق ما حرکت میکنیم، با برادرامون قدردین یک سهم خود را گذاریم در تاجیکستان. 4 مغز فندق را زیاد کنیم و 10-15 نمود انجیر کنیم. بهترین انجیرها را انتخاب کرده در تاجیکستان زیاد کنیم. دوستان عزیز، در پناه خدا باشد، با کلام معقول باشد. این یک لایک مونده اگر وزمی نباشد. خدا نگهبان شما.